مغز داستان سازه. وقتی به دنیا میان یه نقش بهمون میدن، یه اسم، یه شخصیت، یه توقع، زرنگی، بامزه‌ای، خجالتی، دردسرسازی، و با تکرار این نقش‌ها تبدیل میشیم به یه نسخه محدود به خودمون. کم کم باورمون میشه نقشمون رو خوب بازی میکنیم، اما یه لحظه تو زندگی هست که میفهمی اون چیزی که هستی با اون چیزی که بازی میکنی فرق داره. همون لحظه بیرون خودتو نگاه میکنی، میپرسی این منم؟ اونجا همون لحظه اولین قدم آزادی شروع میشه. لحظه ای که با تمام ترس و تردیدت شروع میکنی خودتو از نو نوشتن.